مینا صحبت‌گو، ملیکا شادمان، مرجان حسن‌زاده فرد، بنیامین اسماعیل، مهران همت‌آزاد. در این قسمت تشریح ماهی قزل‌آلای پرورشی رو داریم. همونطور که مشاهده می‌کنین جنس زبون ماهی سفت و زبر هستش و همینطور ماهی ساختارهایی شبیه به دندان داره. نمیتونیم بگیم که دارای دندان هستش. ماهی دارای 8 باله یا به عبارت دیگه دارای 4 جفت باله هستش که در حرکت بهش کمک میکنن. سطح پشتی ماهی تیره و سطح شکمی اون روشن هستش برای در امان موندن از شکارچی و استعطار و در دو طرف ماهی ما 4 آبشش رو مشاهده میکنیم. در این قسمت آبشش ماهی رو جدا میکنیم. همونطور که مشاهده میکنین دارای دو قسمت سفید رنگ و صورتی رنگ هستش. بخش سفید رنگ دندون ماننده و بخش صورتی رنگ به دلیل وجود رگ‌های خونی برای تبادل گازها به این رنگ در اومده. در این قسمت قیچی رو در جای مخرج قرار میدیم و شروع میکنیم به برش دادن تا داخل شکم ماهی رو مشاهده کنیم. شکم ماهی رو باز میکنیم و اجزای داخلی اون رو مشاهده میکنیم که توی این قسمت شامل روده، معده و کبد هستش. در این تصویر قسمتی که با پنس گرفته شده کبد ماهی هستش و ما در قسمت بالایی بدن ماهی و نزدیک به سر ماهی قلب رو مشاهده میکنیم. همونطور که میبینیم ماهی دارای قلبی بسیار کوچک هستش. در این قسمت روده و معده ماهی رو مشاهده میکنیم که همونطور که میبینین روده تا بخش بالایی یا به عبارت دیگه تا رسیدن به معده کشیده شده. در این قسمت کیسه هوایی رو مشاهده میکنیم که باعث شناور موندن ماهی روی آب میشه. به وسیله قیچی کیسه هوا رو برش میریم. در زیر کیسه هوا یک ماده مشکی رنگ وجود داره که کلیه ماهی به حساب میاد. کلیه ماهی ماده سیاه رنگیه که به لایه زیری خودش چسبیده و قابل جدا کردن نیست. در این قسمت کنار چشم ماهی یک برش ایجاد میکنیم تا بتونیم عصب بینایی رو پیدا کنیم. همونطور که میبینین عصب بینایی به چشم متصله. بعد از پیدا کردن عصب بینایی چشم ماهی رو باز میکنیم و در پشت چشم ماهی این جزء تیله‌ای شکل و بیرنگ رو پیدا میکنیم. همونطور که مشاهده میکنین کاملا بیرنگه و در این تصویر خط جانبی روی بدن ماهی رو میبینیم که کاملا مشخصه.